با سلام و عرض ادب خدمت شما همه همراهان وبسایت لایف تی اس سی. من پوسانه هستم. امروز خدمت شما رسیدم با آموزش بخش نوتیفیکیشن وبسایت لایف تی اس سی. ممنون می‌کنم که تا آخر ویدیو همراه من باشید. البته من میخوام بخش نوتیفیکیشن آپدیت شده وبسایت لایف تی اس سی رو امروز خدمتتون توضیح بدم. برای اینکه وارد بخش نوتیفیکیشن وبسایت لایف تی اس سی بشین، lifetsi.ir رو میزنید، بخش نوتیفیکیشن یا هشدارهای وبسایت لایف تی اس سی رو میزنید و یه چنین صفحه‌ای براتون باز میشه. کاربرد بخش نوتیفیکیشن وبسایت لایف تی اس سی برای اینه که شما بدون نیاز به داشتن دانش عمیق فیلتر نویسی بتونید تمامی تحرکات بازار بورس رو متوجه بشین و بتونید از روندهای بازار بورس سود مناسبی کسب کنید و در محل و زمان مناسب از بازار خارج بشید و از سهماتون خارج بشید. دو تا بخش داره. یه بخش سمت راستشه که میبینید، یه بخش هم سمت چپش. سمت راست یه سری فیلترها هستن که شما قادر به نوشتن این فیلترها و در وبسایت TSC نیستید. یه دونه هم سمت چپ داره که نوتیف ها و یا اصطلاحاً هشدارهای وبسایت رو نشون میده. من از نوتیف اول شروع کنم. خرید درشت حقیقی هستش. خرید درشت حقیقی این عددی که جلوش نوشته 33، یعنی 33 تا هشدار یا نوتیف از این توی سایت اومده. حالا فقط من میخوام خرید درشت رو ببینم. این زبدر رو میزنم، این زبدر رو میزنم و اگر خرید درشت رو روشن کنم فقط خریدای درشتی که تا الان صورت گرفته رو میتونم ببینم. حالا این به چه صورته؟ نوشته الان مثلا در صندوق پالایش داره خرید درشت صورت میگیره روی صفر تابلو. امروز صندوق پالایش 0.5% حجم ماهش تا الان خورده. تعداد خریدهای درشت این صندوق 137 تا الان بوده. تعداد فروش‌های درشتش 71 بوده. ارزش پول درشتی که تا الان توش اومده 26 میلیارد. ارزش پول درشت فروشش 11 میلیارد. من اگه این کشو رو باز کنم، پول درشت 3 روزه، یعنی برآیند پول درشت 3 روزش 90 میلیارد تومنه. برآیند پول درشت هفتگی 110 میلیارد تومان و برآیند 2 هفتهش 436 میلیارد تومان پول درشت وارد شده و امروز هم 14 میلیارد تومان فعلا پول درشت داره. این ارزم به خدمت خود نوتیف رو نشون میده که خرید درست هست. جنسش چون رو به بالا هست سبز رنگ نشون داده میشه. برعکس فروش درشت چون جنساً رو به پایین هست قرمز رنگ. اینجا لینک ورود به چارت رو شما میبینید. بزنید وارد چارت پالایش میشه، یعنی تو همون بخش تکنیکال وبسایت سریع چارت پالایش رو میاره. لینک TSC رو میبینید و لینک کدالش رو میبینید. بزنید کدال خود پالایش هم باز میشه. این ارزم به خدمتتون نوتیف. این زمان نوتیف رو نشون میده 11:01. الان 11:09 است. 11:01 این نوتیف اومده و میتونیم ادامه کار رو داشته باشیم. نوتیف های قبلیش رو هم مشاهده میکنید. این حالتی که شما مشاهده میکنید حالت گرافیکی وبسایت. اگه میخواید این نوتیف ها رو به صورت خطی مشاهده کنید، این نمایش گرافیکی رو میبندید، نوتیف رو به صورت خطی مشاهده میکنید که حالا توضیحات خطی یه مقدار راحت تر متوجه میشید. آقا تعدادش 134 بار بوده، برآیندش انقدر بوده و حجم امروزش هم 0.5 برابر حجم میانگین ماهانه هستش. من همه نوتیف ها رو روشن کنم. نوتیف بعدی فروش درشت هستش که اگه مشاهده کنید رنگش رنگ قرمز رنگ هستش. فروش های درشت داخل بازار رو نشون میده. نوتیف بعدی در حال کاهش خرید درشت هستش، یعنی خرید درشت داشته حالا داره کاهش پیدا میکنه. مثلا نماد قاسم بوده که توی صفحه خرید در حال کاهش خرید درشتش اومده، یعنی این داره خرید درشتش آروم آروم کاهش پیدا. میبینید صفحه ساعت چند قاسم اومده؟ ساعت 9:48. 9:48 قاسم رو نگاه کنید، میبینید چقدر روان. یعنی یه نفر اگر 5 مثبت میفروخت الان میتونست 1.8 مثبت قاسمش رو بگیره سر جاش بذاره، 2% هم سود کنه از این معامله. یا مثلا چکارن نوتیف بعدیش مثلا 9:44 نوتیف در حال کاهش خرید درشت. میبینید قرمز رنگه، یعنی این نوتیف احتمالا روند سهم رو برمیگردونه. 9:44 نوتیف چکارن اومده. چکارن رو ببینید 9:44 اینجا بوده.
9:44 میبینید بعدش چه کارن؟ از مثبت 5 فعلا داره 2.5 مثبت حرکت میکنه. یا مثلا اهرم رو ببینید 9:26 رو نیم مثبت اهرم رو نوتیف داده روی نیم مثبت، این آخرین هست، پایینش پایانی. روی نیم مثبت گفته خرید درشتش داره کاهش پیدا میکنه. اهرم از نیم مثبت میاد میشه 75 صدم منفی، تقریبا 1.2% کار افت میکنه. 0.2 که کارمزد باشه 1% راحت شما میتونستی الان از اهرم نوسان معکوس بگیری، یعنی 100,000 تا اگه اهرم داری 100,000 تا تو بالا بفروشی، بیای همینجا 100,000 تا تو جایگزین کنی، 1% هم بذاری جیبت. خب این هم نوتیف در حال کاهش خرید داشت. نوتیف بعدی در حال کاهش فروش درشته، یعنی این سهم فروش درشت داشته حالا داره فروش درشت کاهش میده. مثلا درهاور فروش درشت داشته حالا فروش درشتش کاهش پیدا کرده، یعنی یه آلارم مثبتیه دیگه. مثلا سهم 10 میلیارد فروش درشت داشته حالا شده فروش درشتش 5 میلیارد برآینده. یعنی چی؟ یعنی 5 میلیارد تومان خرید درشت اصطلاحاً اومده دیگه. درهاور مثلا 11:01 همین چند دقیقه پیش در حال کاهش خرید درشتش اومده، میبینید روندش یک مقدار برگشته و داره رو به بالا حرکت میکنه. و حالا عرضم به خدمتتون سهمای دیگر هم مشاهده میکنید. حجم مشکوک 176 تا نوتیف داشته. من اگه ببندم فقط حجم مشکوک رو باز کنم، میبینی حجم مشکوک مدیر امروز تو صندوق مدیر 5 برابر میانگین ماهانش حجم خورده. قدرت خریدارش 0.7، سرانه خرید 10 میلیون و سرانه فروش هم 15 میلیون. مسلما اونجایی که قدرت خریدار مناسبه و سرانه هم مناسبه میتونید حجم مشکوک ها رو مد نظر قرار بدید. احتمالاً سهم یه روند رو به بالایی رو شروع کنه. احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن، ما عرضه شدن صف خرید داریم اما احتمال عرضه شدن رو تو بازار نداریم که ما اینجا واسهتون گذاشتیم. مثلا نماد قاسم ساعت 9:48 احتمال عرضه شدن صف خریدش اومده. بریم ببینید اینجا 9:48 تازه ما یه مقدار زودتر میریم چون این هر کندل 2 دقیقه است. نگاه کنیم ما اول کندل احتمالا گفتیم صف خرید عرضه میشه، عرضه شده و الان 1 مثبت داره معامله میشه. و بقیه سهم‌ها رو میدید. اگر سهمی داشته باشی که خب صف خریدش داره عرضه میشه به شما سریع میگه. احتمال جمع شدن صف فروش هم داریم که یه دونه نوتیف داشته. جهش و کراس سرانه به سمت بالا. ببینید ما یه بار کراس سرانه به سمت بالا داریم، یه بار جهش سرانه. جهش همراه با یه خرید درست حسابی و درشته. کراس یعنی آروم آروم اومده اون رو به سمت بالا قطع کرد. یه دونه نوتیف داریم به نام کد به کد، مشکوک به کد به کد. میبینید الان تو شگل دارم میزنم. من اگه روشنش کنم نوتیف فوق العاده مهمیه. مثلا تو دفارا امروز رو صفر تابلو کد به کد زدن. بریم ببین دفارا ساعت 10:27 روی نیم منفی یه کد به کد زدن با قدرت خریدار بالا، سرانه خرید خوب و اینا. میبینید دفارا الان فعلا داره همون صفر تابلو معامله میشه اما خب اوردرها و روند یه مقدار رو به بالا هست. یا مثلا توی فروس زدن این کد به کد رو، فروس هم میتونیم بررسی کنیم. روی 3 مثبت اینجا یک 3.7 میلیون کد به کد زدن. ساعت چند بوده؟ ساعت فروس بوده 10:23. اینجا رو اگه نگاه کنید این کندل رو 10:23 یه لحظه اجازه بدین. فروس نه اون کندل رو نمیگه، اینجا 10:06 است. اون کندل یه مقداری جلوتر بوده. به هر حال توی فروس هم یه کد به کدی ساعت 10:23 زدن و این نوتیف هم اون کد به کد رو نشون میده. بعد 3 تا نوتیف داریم. نوتیف طلایی بهش میگن، نوتیف گارد سعودی کوتاه مدت، احتمال جمع شدن قوی صف فروش و تحرک ویژه تابلو. گارد سعودی کوتاه مدت 4 تا نوتیف داشته. این 3 تا نوتیف طلایی یه نکته بهتون بگم. گارد سعودی کوتاه مدت یعنی سهم روندش یک مقداری داره تو روزهای آتی بهبود پیدا میکنه و احتمالاً یه مقدار رو به بالا حرکت. احتمال جمع شدن قوی صف فروش اگر نوتیفی داشته باشه سهم از صف فروش حتما یه نوسانی میده. حتما که منظور احتمالاً هستش. تحرک ویژه تابلو هم احتمالاً اون روز یا روزهای بعدی سهم یه تحرکات ویژه‌ای داشته باشه و احتمال نوسان. بریم نوتیفای امروزش رو ببینیم. قبشهر رو صفر تابلو نوتیف داده.
ساعت 10:34 قبشهر الان تازه بازار رو به پایین بوده امروزا، میبینید 2 مثبت داره معامله میشه. فروس رو ساعت 10:07 روی 8 منفی نوتیف داده، 10:07 میبینید تا 3 خورده مثبت هم رفته. فعلا الان هم روی 1.5 باز از قیمت نوتیف بالاتره. تاپکیش رو روی 4.14 نوتیف داده. تاپکیش رو هم باز کنیم. تاپکیش هم الان تقریبا همون محدوده داره معامله میشه، اما خب گارد سعودی هستش 4.7 میبینید و این نوتیف ها رو میتونید بررسی کنید. گارد سعودی کوتاه مدت بسیار مهم هستش، میتونید چارت تکنیکالش رو بررسی کنید و روزهای آتی مد نظر قرار بدید. نوتیف های بعدی هم به همیشه. 2 تا نوتیف آخر هم داریم. آنالیز پیشگشایش خیلی مهمه. 2 بار پیشگشایش بازار، یکی ساعت 8:46 یه مقدار از 8:45 اونایی که میخوان حذف کنن اوردرهای سرخطیشو اینا رو حذف کردن، 1 دقیقه گذشته یه آنالیز میدیم بیرون. یه آنالیز هم 8:56 زمانی که دیگه نمیشه اوردرهای داخل بازار رو ویرایش کرد و یا حذف کرد به شما میدیم که 8:56 خب دیگه مطمئناً این کسی که نشسته میخواد بخره مطمئناً میخواد بخره. یه تایم هم این تایم آنالیز میدیم. 3 تا ارزم به خدمتتون چارت TSC TMC و کدال هم جلوش میبینید. این عددی هم که جلوش میبینید اینجا زدیم میلیارد تومنه. مثلا امروز تو وساخت ساعت 8:46 232 میلیارد تومن تقاضا بوده. 8:56 میشه 85 میلیارد تومن، یعنی 100 و حدود 60 میلیارد تومن سرخطی بوده که حذف سفارش شده. مقایسه این دوتا من تو یکی از آموزش‌ها گذاشتم. مقایسه این دوتا رو اسمش هست فکر کنم نوسانگیری از پیشگشایش. مقایسه این دوتا میتونه نوسان‌های جذابی رو به شما بده. سنگین‌ترین صف فروش‌ها رو به شما میگیم، سنگین‌ترین سرانه‌ها رو تو صف خریدها میگیم. میلیون تومانه. مثلا تو آذر امروز میانگین هر اوردر تو صف خرید 313 میلیون تومان بوده. معلومه که بازیگر چیده. سنگین‌ترین صف فروش ها میبینید مثلا توی رفاه 134 میلیارد تومان بوده یا توی فناف 100. اگر این عدد خیلی بالا یا خیلی پایین باشه معلومه که یه دستی تو کار هستش، چون میانگین از عرف بازار که 30-40 میلیون تومانه بالاتره. گروه های پرتقاضا رو میگیم، مثلا میگیم 8:46 امروز انبوه سازی ها به خاطر وساخت مثلا خیلی تقاضا داشته. میبینید توی آنالیز پیشگشایش دوم هم مقدارش رو میگیم. اینجا 300 میلیارد تومان تقاضا تو کل گروه انبوه سازی بوده، اینجا تبدیل میشه به 130 میلیارد تومان. سمت تقاضا رو میگیم. سمت عرضه رو هم بررسی میکنیم خدمتتون. 10 تا گروه برتر رو میگیم. این میشه آنالیز پیشگشایش بازار. یه دونه هم داریم آنالیز گزارش پایانی بازار. گزارش پایانی بازار هم ارزم به خدمتتون تو گزارش پایانی بازار هم برم این پایین هستش چون هنوز بازار تمام نشده. گزارش پایانی بازار هم ارزم به خدمتتون یه سنگین ترین خریدهای یه حجمای مشکوک رو میگیم، سنگین ترین خریدهای درشت رو میگیم، سنگین ترین فروش های درشت رو میگیم. امروز چقدر فروش درشت داشته، تو میانگین 3 روزه چقدر فروش درشت داره، تو میانگین هفتگی. واحدش هم اینجا زدیم میلیارد تومنه. سنگین ترین خریدهای درشت دیروز رو میگیم تو گروه ها. تو کدوم گروه ها سنگین ترین خریدهای درشت صورت گرفته که حتما باید مد نظر قرار بگیرید و سنگین ترین فروش های درشت. صف خریدهای بارز دیروز هم نمادهاییه که مناسب سرخطی هستن. یعنی من امروز میتونستم شگل، دکوسر اینا رو مثلا بیام سرخطی بزنم و از رشدشون استفاده بکنم. این بالا پاپ داریم. پاپ رو اگه روشن و خاموش بکنی اصطلاحاً هر نوتیفی که تو بازار بیاد این گوشه به صورت پاپ یا یه هشدار طوری میاد بالا که من اگه تو این صفحه نباشم مثلا تو یه صفحه دیگه باشم این هشدار اینجا برای من ظاهر میشه. بهش میگم پاپ. میتونم صندوق‌های درآمد ثابت رو ببینم یا بردارم. خب یه حالت نمایش گرافیکی دارم. خب این نمایش گرافیکی رو میتونم روشن و خاموش کنم و
ارزم به خدمتتون به صورت عادی ببینم. یه حالتی هم دارم نوتیفیکیشن تاریخی. اگه میخوام به صورت تاریخی یه نماد رو ببینم حتما نمایش گرافیکی رو خاموش میکنم. میتونم اینجا تو تاریخ‌های مختلف تو 27م 26م ببینم نماد چه نوتیفایی داشته. اینجا ساعتاشو میبینم. این 2 تا ستاره هم که زدیم یه توضیح از اون روز اون نماد رو میگم بهتون. یه 2 تا ستاره میزنیم. اگر مثلا 2 تا ستاره داشته باشه هیچ توضیحی نداشته باشه، هیچ مثلا چیزی نداشته باشه، مثلا تاریخ 27/10 دشیمی هیچ نوتیفی نداشته، یه 2 ستاره یعنی فقط یه توضیح میدم که دشیمی اون روز چی بوده. اگر نوتیف داشته باشه الان 20/10 نوتیف داره، هم ساعتش میاد هم نوع نوتیف جلوش میاد. اینم پس از نوتیفیکیشن تاریخی. پس نمایش گرافیکی رو هم گفتم، صندوق‌های درآمد ثابت هم گفتم میتونید خاموش بذارید. توضیحات بیشتر رو اگر دسترسی یا اکانت نخریده باشین توضیحات بیشترتون غیر فعال میشه. اگر اکانت خریده باشین توضیحات بیشتر رو میتونید فعال کنید و با جزئیات بیشتری ببینین. نکته بعدی اینه که شما میتونید اینجا واچ لیست درست کنید. مثلا من واچ لیست رو میذارم مثلا مشکوک مثلا مشکوک سعودی. خب ایجاد رو میزنم. خب این واچ لیست مشکوک سعودی اینجا ایجاد میشه. روش کلیک کنم مثلا سهم انتخاب کنم میره توی مشکوک سعودی قرار میگیره. مثلا خگستر، مثلا خودرو برفرض. خب اینجا سرچ میکنم اینجا میاد میره توی مشکوک سعودی. ببینید الان من برم تو واچ لیستای دیگه مشکوک سعودی رو بزنم خودرو و خگستر وجود داره. میتونم اون نوتیفا رو میتونم واچ لیست خودم رو بذارم، یعنی سهمایی که دارم اینجا براشون واچ لیست درست کنم. فقط مثلا میخوام صرفا نوتیفای اون واچ لیست رو ببینم، نوتیفای دیگه بازار رو کاری ندارم، میذارم رو اون واچ لیست و فقط صرفا نوتیفای اون واچ لیست و آلارمای اون نوتیفو میبینم. اگر حالت ستاره هم بذارم میتونم کل نمادهای بازار رو ببینم. اگر خواستم چیزی هم حذف کنم اینجا رو میزنم ویرایش داره، هم میتونم اسمش رو ویرایش کنم هم میتونم اون گروه رو حذف کنم. الان من حذف رو بزنم اون گروه برای من حذف میشه، این اون واچ لیست برای من حذف میشه. اینجا میتونم نماد رو جستجو کنم و کارهای دیگه. دسترسی ها هم به این صورت هستش که به کل این داستان ها دسترسی دارم. توی پکیج نقره‌ای فقط این 3 تا نوتیف طلایی رو دسترسی ندارم. اگر طلایی بخوام باید برم تو پکیج طلایی، توی اشتراک طلایی اونو تهیه کنم که این 3 تا نوتیف رو هم دسترسی داشته باشم. ممنون که همراه ما بودین. توضیحات یه ذره طولانی شد اما حتما 1-2 بار نگاه کنید که کامل اشراف پیدا کنید. هر روز تایم بازار هم خدمت شما هستیم، انشالله تشریف بیاریم و بتونیم با هم معامله بزنیم. ممنون، فعلا خدا نگهدار.